سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 28 سپتامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و آمریکا در واشنگتن مناقشه مرگبار در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را بررسی کردند. تجاوز روسیه به خاک اوکراین کار و زندگی مهاجران تاجیک را در روسیه سخت‌تر کرده است. چند جدا کار میکردیم، پولمون رو نمیدادن، حسابی همین جنگ. سپس به عیادت بیماران می رویم که در مناقشه اخیری مرزی در میان تاجیکستان و قرقیزستان جراحت برداشتند. دو تیر خوردم، با اسکولکه خوردم، پراندن ما گرجدانسکی بودیم. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و آمریکا هنگام ملاقات در شهر واشنگتن مناقشه مرگبار را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بررسی کردند. قبل از ملاقات انتونی بلینکن در حضور خبرنگاران گفت از قطع نزاع و سازش آتش بس میان دو طرف خوشنود است. همکارم کیومرسی عطا گزارش می‌دهد. ملاقات انتونی بلینکن و سراج الدین مهرالدین روز 27 سپتامبر صورت گرفت. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید جانب‌ها وضع حاضره را در مرز با قرقیزستان مورد بررسی قرار دادند. وضعی که به گفته مقامات دو طرف نسبتاً آرام است ولی حساس میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بعد مناقشه از منبر سازمان ملل همدیگر را به تجاوز نظامی به قلمرو یکدیگر متهم کردند. 5 روز پیشتر وزیر امور خارجه امریکا با ژمبه قلیبایف همتای قرقیزی خود در شهر نیویورک نیز گفتگو داشته است. سراج الدین مهرالدین برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل و هم حضور در نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و امریکا به نیویورک و واشنگتن رفته است. انتونی بلینکن بعد ملاقات با سراج الدین مهرالدین گفت آنها در نشست مذکور درباره پیشرفت اقتصادی در منطقه و هم احترام به حقوق انسان و از جمله مناسبت با ژورنالیستان گفتگو کردند. در تاجیکستان عین زمان چندین خبرنگار و بلاگر در بازداشت هستند. حکومت امریکا و سازمان‌های حامی حقوق از چنین برخورد حکومت تاجیکستان با خبرنگاران اظهار نگرانی کرده خواسته است که بگذارند تا آنها کار خود را بدون ترس و هراس انجام دهند. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان دایر به این مسئله چیزی گفته نشده است. فقط در آن آمده است که دو طرف همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و بشری و افزا در افغانستان و مبارزه با تروریسم را بررسی کردند. جلسه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو لهستان بدون شرکت مقامداران تاجیک جریان دارد. مقامات تاجیک به این جلسه که از روز 26 سپتامبر آغاز شد نآمدند. در جلسه این سازمان وضع حقوق بشر در کشورهای جهان ارزیابی می شود. برنامه رسمی جلسه که آن را سامانه سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر کرد به بررسی وضع دموکراسی، آزادی بیان، مبارزه با شکنجه و بدرفتاری با محبوسان و مسائل دیگری وابسته به حقوق انسان تمرکز کرده است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و از او میپرسم که طی این 2 روز نماینده های مخالف به کدام مسئله تاکید کردند؟ سلام به بینندگان گرامی. بله مومین، محدین کبیری رهبر پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفان تاجیک در اروپا در همین جلسه کشتاری به گفته‌اش جمعی اقلیت پامیری، حبس و فرار صدها فعالان، روزنامه‌نگاران و بازداشت دست کم 10 خبرنگار و بلاگر را به اتهام‌های ساخته حادثه‌های فاجعه بار برای جامعه شرمنده تاجیکستان نامیده است. مسئله تحولات اخیر در بدخشان امروز 28 سپتامبر در نشست‌های علاهیده بررسی می شود و فردا 29 سپتامبر با تشبث مرکز حقوق بشری تاجیکستان که یک سازمان واقع در اروپا است، سرکوب اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان و هم مرافعه‌های دادگاهی 10 فرد بدخشانی پس درهای بسته مطرح می شود. میرزانبی، بجز این مسئله باز کدام موضوعات در آنجا ارزیابی شدند؟ قرار است در جلسه اساسی بخشیده با آزادی بیان روز 30 سپتامبر تام گیبسون رهبر کمیته دفاع از ژورنالیستان درباره وضع ژورنالیستان تاجیک اظهار نظر کند. قضیه الفت خانم محمدشایو و ژورنالیست بلاگران دیگری بازداشت شده دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده و غلام خوشام
در جلسه روز 30 سپتامبر مطرح خواهد شد. ضمناً رئیس بنیاد بزرگمیر جمشید یوروف در صحبت خود در این جلسه گفت در رابطه با وضع ادوکاتور در 7 سال اخیر در تاجیکستان صحبت کرده است و میگوید با ادوکات‌های تاجیک صحبت با رسانه‌ها منع است. از آنها طلب کرده می شود که برای افشا نکردن معلومات درباره تفتیشات و مرافع سعودی زبان خط دهند. مرافع‌های سعودی پس درهای بسته برگزار می شوند. اصول‌های غیر قانونی تفتیشات نسبت به ایبدار شونده‌ها پیاده می شود و جمشید یوروف با سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشنهاد کرده است که در روابط با حکومت تاجیکستان همیشه مسئله کاهش فشار بالای رسانه‌های مستقل، نهادهای ادوکاتور، اتفاقهای کسبه، اتحادیه‌های دینی و جمعیت باید مطرح شود و انتظار می رود در همین نشست پژوهشگاه مکالمه اوراسیا در جلسه 30 سپتامبر موضوع تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی را در روسیه و پیامدهای آن را به بررسی گذارد. تشکر میرزا نبی. باز هم برمیگردیم بر روسیه. تجاوز روسیه به خاک اوکراین باعث تحریم‌های شدید جامعه جهانی گردیده. وضع اقتصادی روسیه و از جمله مهاجران تاجیکی را که در آنجا کار و زندگی میکنند دشوار کرده است. در یک گزارشی که با کمک هواداران رادیو آزادی در روسیه تهیه شده است، همکارم کیومرث عطا در این باره مفصل معلومات میدهد. توکل و همراهانش در ساختمان در مسکو کار میکنند، اما از سری وقت نرسیدن مصالح و با تاخیر گرفتن معاش شکایت دارند. گاه میشد خوب بود، گاه میشد خوب نبود. هر پرابلم اساسی این چه خیلی بگم زدش که شدن، یعنی با قفا موندن متریال ساختمانی از سبب که مقصد متریال دیر میبیاد. هر سال هزارها شهروند تاجیکستان به مثل توکل برای دریافت کار و معاش مناسب به روسیه می روند. آنها اساساً در ساختمان بیناها و بازارها کار میکنند، ولی حالا میگویند که یافتن کار خوب آسان نیست. 4 ماه فوریه آمده بودم، 4 ماه بیکار خوابیدم، خیلی قرضدار شدیم. سبب بیکاریمون اما به حساب جنگ اوکراین و روسیه. چند جدا کار میکردیم، پولمون رو نمیدادن حساب همین جنگ. به نقل مهاجران این حالت ماه فوریه امسال پیش آمد و هنوز ادامه دارد. زمانی که روسیه بر رغم دعوت‌های جهانی به خاک اوکراین تجاوز کرد و 7 ماه باز آنجا بند مانده است. مقصد مشکلات بودن، این گپ‌ها بودن. اولی که سر شد، بعد همین سال نو ماه فوریه مارت، یک همیشه بیکاری، یک همیشه اقتصاد وضبین کردن بود. همه کار در تاثیر خش رسوند. همه کار در همه ساحات تاثیر خش رسونید. تاجیکان کارگر در روسیه میگویند نبودن کار و سری وقت نگرفتن معاش سبب شده است که به عائله هایشان در تاجیکستان هم پولی کمتر فرستند. همزمان میگویند با وجود مشکل شدن شرایط کار و زندگی در روسیه انتخاب دیگری ندارند. در تاجیکستان بیکاری مشکل اساسی ساکنان است و اگر کار هم یافت شود معاش مردم را قانع نمی کند. مقامات تاجیکستان میگویند بیش از 600,000 شهروند کشور در روسیه هستند، ولی مقامات روسیه شماره مهاجران تاجیک را به مثل توکل و همراهانش زیاده از 1 میلیون نفر میدانند. برنامه رادیو آزادی را پس از یک آگاهی کوتاه ادامه میدهیم. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. پس از 10 روز مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان، پزشکان تاجیک اجازه دادند که خبرنگاران با زخمیان و جبردیدگان حادثه صحبت نمایند. هرچند شماری دقیق آنها را مقامات اعلان نکرده است، ولی با مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی 10 نفر در بیمارخانه‌های ولایت سوخت طبابت می‌گیرند. امیر ایسایف و فرزان محمدی با چندی از مجروحان صحبت کردند و گزارش تهیه ساختند. ابراهیم حسنوف پدر کوچکترین قربانی مناقشه مرزی حالا در بیمارخانه بستری است. احمدجان حسنوف 3 ساله آن روز همراه پدر و مادر و دیگر پیوندانش نیت فرار از موضع خوفناک را داشتند.
اما در بالای پل چهارباغ مورد حمله قرار گرفتند. من یانس کاره بستادم هر دمه زدم قرغزم ماشین همه کفوندم در اون جنده ویله همه بودم همه ما ویله های ما زنده موندم حتی فرزندم ما سونه عدن ماشین من سراز زدم همونو فهمیدم که من عدن ماشین خودم رفتم تگی ماست گریخته ویله همه گرفته تگی ماست بودم تگی ماست نه 6 ساعت استادیم که همه دیگه شدم گرفته سونه همه افیسیرهای خودمون سالتو گرفته اون پالیسه بودم. چندی از جبریدگان مناقشه مرزی میگویند نظامیان همسایه کشور تاجیکستان اساساً به سوی مردم ملکی تیر و توپ پرتافتند. ارکین رضاقولوف ساکن دوشنبه است و در شهرک شورابه اسفره سالهاست که برای کار میآید. او نیز در این حادثه زخم برداشته است. ما را زدن، ما یراق نداشتیم، یگون چی نداشتیم که ما را خانه ها ما را زدن، تو خانه ها ما زدن که درونی زواد بغلطید، پایانی زواد بزدن، نزدیک کوه بزدن. ما مجبور شدیم که برویم. ما همین خیلی رنینی هایی که گرفتیم دستی من دو تیر خوردم با اسکولکه خوردم پراندن. ما گرجدانسکی بودیم. در چندین بیمارخانه ولایت سوخ نظامیان جراحت برداشته نیز حالا طبابت میگیرند. آنها میگویند اکثرا در محافظت مرز زخم برداشته و همیراقانشان کشته شدند. ولی ما روز تقریبا ساعت 5 سحر بود انا تریوگا دادن که انا از طرف همسایه با اهالی نشین حمله کردیستند. از طرف همسایه ما با همراهمون شیشتیم اما ماشین با کماز با شیشتر راده حرکت کردیم در چورکشلوق چورکشلوقی در این حالت از طرف سرحدبانان همسایه با کماز ما حمله کردند با تمام نمود یراق‌هایی که او باید در سرحد استفاده برده نشود و یا استفاده بردند. متاسفانه زدن کماز ما را 10 نفر مرد 8 نفر رنگ شد. ما دا زدم بعد ما اتفه دادیم ما خط سرحد خودمون نگاه کردیم که دشمن با ما حمله نکنه. ما نگاه کردیم و دشمن رو حمله کرد. بعد تیر 20 پیلون قدی زدم خیلی رنگ گرفتم. تقریبا ساعت 5 نیم و با 6 بود که طرف دولت همسایه مقصد جمهوری قرقیزستان مقصد اولین درجه و مقصد تشخیص سر کردن جنگ رو. ما مقصد چیزی رو نمیخواستیم. ما مقصد اولین درجه با یراق‌های گروهی مقصد مینامیوت RPG و اسنایپر مقصد با ماشین‌های جنگیشون اول با جنگ سر کردن. ما برای محافظت مردم وطن خودمون مقصد قرار داشتیم. رادیو آزادی با استفاده از منابع خود خویشاوندان، شبکه‌های اجتماعی و مقامات محلی تا این دم نام 74 نفری را گرد آورد که هنگام درگیری‌های مسلحانه 14 سپتامبر در سرحد تاجیکستان با قرقیزستان کشته شدند. این رویخط غیر رسمی است و نهایی نیست. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت در مناقشه در مرز با قرقیزستان بیش از 40 ساکن عادی کشته و 200 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در بین اینها نفرانی هم هستند که بعد چند روز جراحت گرفتند در بیمارخانه ها فوتیدند. فرزان محمدی، امیر ایسایف، رادیوی آزادی، اسفره. دوشنبه سیتی بعدی سر زدن نقص تکنیکی خدمت رسانی را به کارت‌های بانکی میری روسیه بس کرد. در این باره رسانه‌های روسیه خبر می‌دهند دوشنبه سیتی را تا چند وقتی آخر در برابر امانت بانک به کارت‌های میر خدمت رسانی می‌کرد. اخبار آزادی به پایان رسید. خبرهای بیشتر را در سامانه ما و در شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.